با افروختن این گلخن در باغ غلبه در دوشنبه تجلیل رسمی نوروز را آغاز کردند. مردم زیادی هم آمده بود. نوروز و دیار بهشت‌آسای ما آمد. جشن نوروز امسال به ماه رمضان راست آمد، ولی باز هم خیابان‌های دوشنبه پر از مردم و مهمانان بود. نوروز سال 2025 به همه هموطنان مبارک باشد. بگذار سال پرفیض پربرکت همیشه در تاجیکستان عزیزمان صلح باشد، آرامی باشد و چی نیت و آرزویی که مردم تاجیک در دل دارند خداوند جامع عمل باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده با نوروز خجست‌پای تمام مردم تاجیکستان عزیزم را تبریک و مبارک باد نموده آرزوی آن را دارم که در این نوروز خانه همه پر از ناز و نعمت باشد. در تاجیکستان آسمان صاف بی‌غبار، تنجی و امانی فقط در خانه مردم تاجیک توی خرسندی باشد. نوروزتان مبارک باشد. یک تفاوت امساله تجلیل جشن نوروز در تاجیکستان این بود که سیاحان ایرانی در تجلیل جشن زیاد به نظر می رسند. از بین بردن نظام روادید میان دو کشور در سال گذشته با آمد و رفت آنها مساعدت کرده است. چیزی که از قبل دیدم اینجا خیلی با رقص و آواز و شادی این جشن برگزار میشه و خیلی دوست داشتم بیام از نزدیک اینو ببینم. واقعا جشن با شکوه این جشن باستانی مشترک بین ایران و تاجیکستان و واقعا خوشحالیم از اینکه این تجربه قشنگ و اینجا به دست آوردیم. واقعا خوش گذشت، عالی بود. البته انتظارمون بیشتر از این بود ولی با ماه رمضان چون مصادف شده یه مقدار مراسم شادش کمتر برگزار شده ولی با این حال باز خیلی عالی بود. نوروز امسال روز 20 مارس ساعت 14:01 به وقت محلی در تاجیکستان فرا رسید. آن یکی از جشن‌های اساسی در تاجیکستان است و مردم 4 روز استراحت رسمی دارند.